پیرمرد ظرفهای وزنین را به زور برداشته به میانه چادرهایی که برای ضرر دیدگان زمین لرزه آماده کرده بودند میگذشت و با آواز بلند فریاد میکشید: شیر، شیر، مرحمت به دسترویکان شیرخور، شیر، مرحمت، شیر. پیرمرد هنوز دعوتش را تمام نکرده بود که نفری از زیر یکی از چادرها با غضب بیرون شده سرزنش کرد: عقلت را خورده ای مگر؟ ما اینجا با مرده ها و زخمی ها آواره ایم، تو باشی در اندیشه پول کار کردن هستی. از شنیدن این گپ ها چشمان پیرمرد غرق آب شده، بغض در گلویش گره خورد و در حالی که می گریست به زور علاوه کرد: من در این زمین لرزه 4 نبیره کوچکم را از دست دادم. خواستم شیر میخورده آنها را به کودکان دیگر تقسیم کنم. مگر خطا کردم؟ شاهدان حادثه میگویند که هیچ از یادمان نمی رود که چطور بعد سخن پیرمرد آن مرد او را آغوش گرفته با آواز بلند گریه می کرد.